سلام دوستان عزیز پیچ شریکی، امیدوارم حالتون خوب باشه. با پارت دوم آموزش راندوی درخت و درختچه باهاتون هستم. امروز با هم یک درختچه رو در نما راندو میکنیم و میبینیم که ساده است. رنگ اولیه رو به گوشه ها زدیم و بعد با آب کمرنگ تر و رقیق تر کار میکنیم و قسمت هایی رو محو میکنیم. رنگ بعدی رو تیره تر انتخاب میکنیم و پراکنده میزنیم و دوباره تکرار میکنیم رقیق تر. برای تنه درخت قسمتی رو در سایه در نظر میگیریم و تیره تر رنگ میزنیم. یادتون باشه در کار با آبرنگ همه جای کار رو پر نکنیم تا طبیعی تر باشه. حواستون باشه که این نقاشی کردن نیست و راندو هست. با رنگ مشکی سایه های تیره در درخت ایجاد میکنیم برای بعد دادن به کار. با رنگ سبز میتونیم قلم رو صاف و یا ضربه‌ای کار کنیم. به صورت ترکیبی جاهایی رو غلیظ‌تر و رقیق‌تر رنگ می‌کنیم و قسمت‌هایی رو هم با کمک آب محو می‌کنیم. در اطراف درخت با ایجاد ضربه حالت برگ رو ایجاد می‌کنیم که کار رو زیباتر کنه. با مداد یا روان‌نویس خط و خطوط به کار اضافه می‌کنیم. این کار تأثیر زیادی در بعد دادن به کار داره. در آخر هم با اضافه کردن رنگ سفید با قلم یا روان‌نویس انعکاس و برجستگی‌های کار رو اضافه می‌کنیم. لطفاً سابسکرایب کنین و پیج ما رو به دوستانتون معرفی کنین. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم. اگر سوالی داشتین هم توی کامنت ها بهم بگین.